اصلا من فکر میکنم که این گونه آدم ها رو به اونها پول های بسیار وعده میکنن و آنها رفته در اونجا جنگ کرده وفات میکنن. فکر میکنم که آنها شهید میشن و اصلا این طور نیست. آنها رو مثلا فریفته خود میکنن و این گونه آدم ها اصلا فریب میخورن. در جمهوری ما پیشوای در کار هستند، آدمای در کار هستند که جوانان باید نور اعتراف کنن که همین گپ درست گپ میزنن، گپ درست گپ میزنن. یعنی که اونا برای مردم ایده باشن یا ایدئال باشن. در حالی که در داخل کشور شخصا باشن، وقتی اونا مقصد فکرشون بیان میکنن، اثبات میکنن، پیشنهاد میکنن، جوانان چطور گوش میکنن. در حالی که ما در داخل کشور شخصا به نهایت کم هستن. یا در بعضی وقتا مقصد نورد بین خودشون مناقشه با وجود میاد. یعنی که در داخل کشور تقریبا ما دائم نداریم که جوانان اون را دانششون، عقیده‌هاشون دستگیری کنن. برای همین وقتی ما در داخل کشور یا داخل کشور بیرون میروند، اشخاصی پیدا میشه که با بورا نمیدروه. یعنی که هم از نظر علمی، هم از دینی، همه طرفه قابلیت داره که جوانان رو باور میکنن این راه درسته. پس جوانان راه میروند. این یک دیگر جه مسئله. شاید دیگر مسئله باشه جوان جای کار ندارن. طبیعی که جای کار نباشه باید به کار مشغول شود. یا دزدی میکنه یا جنگ میکنه. چون که زندگی پیش بردن در کار. پول کلام وعده میکنن و یا را ایجا میبرن. در اونجا فریشو میکنن. بعد هم خیلی وایو میمونن. دیگه وایو رای عبرت نامدن ندارن. وایو خودشون همین رو در رفتن جی فکر نمیکنن. آیندهشون یک روزشون فکر میکنن پول کلام این همه را چشمش هوی میکنن. هم پول چیز معنا. اگر پول نگن هیچ که نمیره واقعی. کی میره میفوره که روا که درست باز میره. این خیلی داغون جو نیست. این از نیمی جوانان هم میخونن مثلا براسه میرون. دیلاشون از نگی خونن که نمیدونن چیکار کنن. خبر با همین روی دروغ رفتن میدونن. فکر من همین. از وضعیت اولویان شاید باشد که آنها در یک حالت هستند که باید آنها یک پرابلم خودشون حل کنند که در یک جا نشسته باشند. اگر آدم میگه که با کانون پول میدهم تو با همین راه میروی هم اولاد مثلا سرخوش میشود هم تو برای اسلام داخل میشوی جهاد میکنی و به هیچ میروند خیلی در فکر جوانان را پریشان میکنه.